یا خودمون رو باید اینقدر کوچک کنیم تا روی هسته اتم جاشیم، و یا اینکه اتم رو اینقدر بزرگش کنیم تا به مقیاس‌های این شناخته شده خودمون نزدیک. اون وقت 7 ضرب در 10 به توان 15 ثانیه طول میکشه تا تمام بدن یک انسان اسکن بشه. این کار حدوداً از امواج رادیویی، امواج مایکرو یا پس شاید بهتر باشه این عبارت رو هم در این تعریف بگنجونیم. خورشید به علاوه 8 سیاره دیگه از جمله زمین انحراف داره و از طرفی قطب شمال همواره به طرف ستاره قطبیه. اما نکته مهم اینه که برخلاف تصور عموم جو زمین فاقد وزن و یا حتی سبک نیست. وزن جو زمین 5.15 ضرب در 10 به توان 18 کیلوگرمه. تمام بادها، گردبادها، طوفان‌ها و اثرات جانبی همه اینا مثل جابجایی ابرها، برف، بوران، کولاک و بسیار دیگر از تغییرات اقلیمی نتیجه همین انحراف 23.5 درجه. آوای دانش